بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی. در یک چند موضوع برادران و دوستان خواهش کردند که از نقطه نظر دینی مبین اسلام یک صحبت داشته باشیم، یک فهماندهی داشته باشیم، یک راهنمایی داشته باشیم که شاید برای بعضیا پند و اندرز و برای بعضیا یک راهنمایی خوبی باشد تا اینکه در زندگی کامیاب و موفق شوند. موضوع خودکشی متاسفانه در دیگر کشورها که زیاد است، در کشور ما متاسفانه وجود دارد، یعنی گاه شنیده می شود. بسیار دهشتناک است. یک چند دی پیش در خبر شنیده بودم که کدام زنی با چند کودک خود رو در آب پرتافته است، فرزندا هلاک می شوند، خود باقی زنده مانده است. یا اینکه شکل‌های دیگرش. یا چند سال پیش شنیده بودم که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود خبرها که کدام جوان دختر به خاطر عاشقش یعنی خودکشی کرده است که یعنی هیچ نمیبایست این کار رو میکرد و این کاری هم نیست که بکند، چرا که خودکشی آغاز بدبختی هست، نه نجات از مشکلی. حالا من میگم چندین نمودی خودکشی ها هست که چرا انسان ها خودکشی میکنند. یک چند نمود هست. حالا بعضیش از بیماری روانی یا روحی هم هست که در نظرش نمایان میشد که همه خود را خودکشی کرده ایستادند و این هم خودکشی میکند. برای مثال اونه که اون جوان دختری که به خودکشی دست زده است که عاشقش را نمیدهند یا اجازتش نمیدهند با عاشقش یعنی چیز پیوست شود. اصلی مسئله رو ببینید، اگر همون دختر خودکشی نمیکرد و ازدواج هم میکردن، یک مدتی کوتاه بعدی همون 3 طلاقش میکرد، تمام میرفت. یعنی شایسته و سزاوار نیست که انسان برای کدام خواهشش، برای کدام یعنی آرزویش خود رو به چیز، به هلاکت یا به قتل برساند. حالا اینکه خودکشی این یکی از گناهان کبیره هست که خداوند عزوجل هرگز نمیبخشد. یعنی پروردگار میگه استعیذ بالله ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما با خودکشی دست نزنید که پروردگار نسبت شما بینهایت مهربان است. اگه مشکلی که آمد شما نمیدونید که ولی این مشکلی این زندگی عاقبتش سعادت است. پروردگار میگه استعیذ بالله فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. هر مشکلی چندین آسودگی ها و عزت و سعادت دارد. البته انسانی که ایمان دارد و تکیه و توکل امید به پروردگار دارد، رحمت پروردگار تمام اشیا رو فرا گرفته است. چرا نفست رو فرا نگرفته باشد؟ کلو مشکلی زندگی باشد، کلو به مقصد نمیرسید. مادامی که انسان زنده هست باید دائم تلاش کند، باید دائم سعی کند. باید انسان حتی همون 80 ساله هم، اون پیران سالی که جوان است کی هست؟ اونی که جوان هست تلاش نمیکند اون پیری برهم خورده است. 80 ساله که همه مو و ریش و همه سر سفید شده است در تلاش است، اون جوان است، اون کامیاب است. در زندگی کی کامیاب هست؟ در زندگی انسانی کامیاب است که تلاش میکند، مهنت میکند، زحمت میکشد، اون کامیاب است. برای همین پروردگار میگه ولا تقتلوا انفسکم، نفسای خود رو به قتل نرسونید. ان الله کان بكم رحیما. پروردگار نسبت شما بسا مهربان است، بسا مشفق است، بسا دوست می‌دارد. نمی‌بینید پروردگار چقدر انسان رو یعنی وصف میکند، صفت میکند. ولی میگه استعذ بالله ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدم. ما انسان رو مکرم و محترم آفریدیم. انسان بسا محترم است، انسان مکرم است.
و پروردگار میگه ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در بهترین شکل آفریدم. میگوید پروردگار هم نوازش میکند، هم میگوید من محترم آفریدم، هم میگوید من دوست میدارم. انسان یعنی مخلوق دوست داشته هم هست. میگوید هیچ مخلوقش رو به مانند انسان پروردگار دوست نمیدارد. حالا ببینید در حدیث قدسی پروردگار میگه که یا ابن آدم خلقت کل الکون لک و خلقتک لی. ای انسان، ای فرزند انسان، ای بشریت، ای انسانیت، قطع نظر از مسلمان بودنش از مسلمان نبودنش، قطع نظر از اون که اون پروردگار رو باور میکند یا انکار میکند، حتی همون منکر خودش رو میگوید که من تمام اشیا رو برای شما آفریدم و شما رو برای خودم که ناشکر و ناسپاس نباشید، ایمان و شکر نعمتهای من رو به جا بیارید و سعادت دنیا و آخرت رو برای شما من میدهم. چرا پروردگار رمضان فرض کردگی است؟ یک اندیشه کنید. همین رمضان به خاطر چی هست؟ میگوید که الصوم نصف الصبر و الصبر نصف الایمان. رمضان این درس سبق صبر است. درس و سبق و اندرزی صبر است و صبر نیم ایمان است. انسانی که روزه واقعی خالصا لله بگیرد هیچ وقت به خودکشی دست نمیزند، چرا که روزه انسان را درس و سبق صبر میدهد. و صبر چی هست؟ صبر این ایمان است، نصف ایمان است. وقتی که انسان در تمام کارش صبور می باشد یعنی نصف ایمانش را کامل کرده است و نصف ایمان دیگرش را با روزه و نماز و دیگر نیکی و دیگر احترام پدر و مادر و تربیت فرزند و احترام همسایه و همکار و دیگر هم یعنی رفیق و دوست و دیگر این همه یک طرف چی صبر. پروردگار میگه که یعنی رحمت الهی تمام اشیا رو فرا گرفته است. مدامی که تمام اشیا رو فرا گرفته است، حالا چرا خودت رو فرا نگرفته باشد؟ هیچ ممکن نیست. مثال عادی همین کرمکی که داخل لای هست آزاد حرکت کردن نمیتواند، لیکن در همین داخل لای لقه و نمیدونم که چل و دیگر و پروردگار ریسک او رو میدهد. حالا انسان مکرم است، عقل داده است، پروردگار فراست داده است، فطرت داده است، اندیشه داده است، فکر داده است، انسان رو دنیای وسیع خلق کرده است. چرا به خودکشی دست بزند؟ شما دیدید که کدام شبی روز نداشته باشد؟ یگون شبی رو دیدید که روزش نیست؟ یگون تاریکی رو دیدید که نهار یا که نور یا روز نداشته باشد؟ از تمامی مشکلی ها به مانند بیماری هست. انسان بیمار می شود، صحت می شود، یا دارو درمان یا حرکت و سعی و تلاش یا که به هیچ اون بیماری میگذرد. مشکلی های زندگی به مانند بیماری هست، فرصت دارد، وقت دارد، معین است، میگذرد. نباید انسان بی طاقت شود، بی صبری کند و به خودکشی دست بزند. هر مشکلی چندین آسانی و سبکی و بخت و سعادت دارد و تأکید میکند که هر مشکلی چندین آسودگی و بخت و سعادت و کامیابی دارد. مسلمانی کامل، مسلمانی واقعی وقتی که در زندگیش مشکلی میآید خرسند میشود الحمدلله، چه بیماری باشد، چه مشکلی دیگر نمود اقتصادی باشد، چه یعنی جمعیتی باشد، چه حدودی اوله یا که دایره وسیع باشد، باید خرسند شود که این مشکلی برای من چند بخت و سعادت میارد. یا اینکه بیماری، وقتی که مسلمان بیمار شد نباید آه و واه و اف و دیگر بی طاقتی نی، پروردگار رو اجرش کم مکن. ولی مشکلی که اومد باید مسلمان بگه پروردگار رو اجرش کم مکن. تمامی مشکلی اجر دارد، هیچ مشکلی نیست به اجر باشد. تمامی بیماری اجر دارد، هیچ بیماری نیست اجر نداشته باشد. برای همین وقتی مشکلی اومد باید که مراجعت کند و پروردگار بگوید که پروردگار
اجر این مصیبت، اجر این دشواری، اجر این مشکلی، اجر این تنگ دستی، اجر این فراخ دستی که بسیاری ها رو یعنی نعمت مغرور میکند، ناکام و بدبخت میکند، از حساب منصب و دارندگی و ثروت و مال و اموال و زر و زیور و این همه انسان رو بدبخت میکند، مغرور میشود. نه اینکه تنگ دستی، فراخ دستی بعضی ها رو، بسیاری ها رو هم که نباشد، بعضی ها رو بدبخت میکند. برای همین مسلمان نه در نعمت باید مغرور شود، نه در مصیبت باید مایوس شود. مسلمان کامل در هر دو حالت در اونجا باید مغرور نشود، بگوید که الحمدلله، خدا را شکر، این از فضل پروردگارم است، پروردگارم به من عطا نموده است. در نعمت ها مغرور نشود. ولی مصیبت و درد و بیماری و مشکلی و تنگ دستی و یعنی هر چی که باشد، هر چی که باشد، در اینجا باید مایوس و ناامید نشود. باید بگوید که پروردگار رو اجرش کم مکن. این درد رو، این غم رو، این تنگ دستی رو، این مشکلی رو، این سختی رو اومد بالا، مسلمان باید بگید پروردگار رو اجرش کم مکن. چرا که این اجر دارد. کسی که این اعتقاد رو داشته باشد حتمی این مشکلی رو پروردگار برطرف میکند. آینده هر مشکلی وقت سعادت و کامیابی است، آسودگی و نیکبختی و سرفرازی و سعادتمندی هست. شاعر میگوید خدا گرزی حکمت ببندد دری، زی رحمت شاید درهای دیگر، یک درت را میپوشد 10 در دیگر برایت میگشاید. مسلمان باید این اعتقاد را داشته باشد که یک درم رو پروردگارم درم رو پوشید، چند دری رحمتش رو برایم میگشاید. یکی از دوستانی نزدیک نزدم آمد، گفت که مادری رو فرزندش در صدمه هلاک شده است، در خارج آوردن جسد و قبل از اون که بیارن حالا چند مدتی 2 روز 3 روز هیچ چیز در دهان نمیگیرد. بسیار خواهش کردم که میرفتید یک صحبت میکردید، هیچ کس گپ هیچ کس تاثیر نمیکند، هیچ کس رو گوش نمیکند. غم و اندوه حتی که آب دیدهش هم نمیریزد، ولی آب دیده بریزد قلب روشن میشود. در اسلام گریستن معنی نیست، برعکس انسان وقتی که نعمتش زیاد شد گاهی باید که گریه کند که پروردگار رو شکرانه این نعمت های شکرانه این نعمت های. برای چی بگوید این گریه رو برای چی کند نزد پروردگارش؟ به خاطر که مغرور نشود، اون نعمت مغرورش نکند، مغرورش کند بدبختش میکند. حالا در مصیبت هم باید مسلمان آبی دیدهش رو بریزاند، هیچ پروردگار گریه کند پروردگار رو مرحوم فرزندم رو رحمت و مغفرت کن، اجرش رو برای من کم مکن. ولی گفتن که نه آب دیده است، نه هیچ چیزی میخورد، نه مینوشد، نه گریه میکرده میتواند. یعنی در یک حالتی یعنی غیر طبیعی، یعنی به خودی قرار دارد. الحمدلله فضل پروردگار است. رفتم در نوبت اول یک چند آیتی تلاوت کردم. قرآن مسلمان رو آرام میکند، قرآن مسلمان رو به خود میارد. چند آیتی تلاوت کردم، دعا کردم در حق فرزند مرحومش و برای خودش دعای صبر و تحمل و بردباری و اندیشه و دوراندیشی و خیرخواهی نسبت همین فرزندش مرحومش، فرزند مرحومش دعا کردم. بعد صحبت شروع کردم، گفتم فرزند چند ساله بود؟ خوب که در گپ درآمد، گفت چند سالی بود و بود دیگر. یک چند وصف و صفتی فرزندش رو پرسان شدم که وصف و صفتی فرزندش رو کردن. بعد گفتم میخواهید که فرزندتون از شما خشنود و خوشحال بود همیشه؟ گفت نوری چشمم بود، همیشه بالای چشم دیده میبرداشتم، بهترین فرزند بود، بسیار دوستش میداشت، بسیار دوستم میداشت. خب حالا که دیگر اگر شما 100 سال یا 3 سال یا چند مدتی اگر هیچی نخرید تو هلاک شدن، فرزند زنده میشد؟ نه، فرزند زنده نمیشد. ولی میخواهید که این روح این فرزند از شما شاد برود از این خانه، حتمی دیگه مادر است، میخواهد که چیز فرزندش در زندگی شاد بود، خرسند و خشنود و خوشحال بود. حالا که دیگر مرحوم است، روحش شاد برود از خانه، جسدش وقتی که میبرند روحش شاد برود. یعنی با چند جمله
با چند جمله منطقی و دینی. فضل پروردگار این هم رحمت الهی است که همون نسبت همون مادر پروردگار یک رحمتش، رحمت الهی نسبت نظری، رحمت الهی نسبت همون مادری مصیبت زده و مصیبت دار. چند جمله گفتیم تاثیرش کرد و الحمدلله در حضور ما خواهش کردیم، التماس کردیم آب نوشید، خوراک یک شوربه چند نوشید و کمی به خود آمد. یعنی من چی گفتنی هستم؟ مسلمان هیچ وقت در نعمتو باید مغرور نشود، در مصیبتو باید مایوس و ناامید نشود. وقتی که مسلمان در نعمتو مغرور نمی شود، در مصیبتو مایوس نمی شود، سعادت دنیا و آخرت رو پروردگار براش می دهد. من زیاد صحبت نکنم، با همین خلاصه میکنم و تکرارا هم باشد میگم که خداوند عزوجل اینجا چند مسئله هست. حتمی یک مصیبت داری، مشکلی داری، بیماری، باید یک انسانوی تجربه دار. در اسلام مصلحت و مشورت این یکی از بهترین راهی حل مشکلی است. ولی وقتی که خودت مبارزه برده نمیتوانی با اون مشکلی و اون غم و اندوه رو پسی سر کرده نمیتوانی، باید انسان تجربه داری، عالم، دانشمند، خیرخواهی مصلحت بپرسید، صحبت کنید، صحبتی صالحین، صحبت انسانی نیک، صحبت انسانی خیرخواه صالحت میکند. متاسفانه بسیاری جوانا و بسیاری مسلمان ها این رو فراموش کردن. پیش همه انسان، همه مسلمان یک مرشد، یک راهنمای، یعنی یک نصیحتگری داشت که یک ماه، دو ماه، یک سال، دو بار، سه بار می رفتن پیش اون نصیحتگر یا پیش اون انسان صالح یا که عالم، یک دانشمند، یک انسانی با تقوا، پرهیزگار، خدا ترس. می رفتن می نشستن، یک چند صحبتی، چند جمله می شنیدن، گوش می کردن، آرام می شدن، روح و روانشان، ایمانشان غذا می گرفت. زندگی رو با یک دل گرم، با دلگرمی و با امید زندگی رو دوام می دادن. ولی متاسفانه این از قریب که از بین رفته. حالا هم هست بعضی عائله های ثروتمندی هستن که شخصا من رو در یک 3-4 ماه دعوت میکنن، میگن بابا دوملو، ولی که 4 ماه شد حالا میبینم که تاثیر صحبت شما از بین رفته شده است. می آمدید در خانه یک حدودی نیم ساعت، 1 ساعت اهل و خانواده رو یک پند اندرز در فلان موضوع می رویم صحبت میکنیم، میندار خرسند، الحمدلله، خدا را شکر، ما هم با امیدی ثواب، ولی که اون سخنایی که گفتیم ما هم ثواب میگیریم و اون خانواده هم بینشان محبت و دوستی و اخوت و احترام پدر و مادر و مشفق و مهربانی نسبت فرزندا و کلینا و نسبت همدیگر یک دیگر فهمی و یک دیگر چیز قدرکنی و وجود میآید. هم خرسند هم اهل خانواده الحمدلله کامیاب و موفق. برای همین هیچ مسلمان باید یعنی در نعمت و مغرور نشود، در مصیبت و مایوس، در وزنینی و مایوس نشود. باید همیشه مسلمان با امید زندگی کند. ناامیدی یکی از نامهای مرگ است. ناامید شدن خودکشی کردن است. هیچ وقت باید یعنی انسان به ناامیدی نرود. و با همین اکتفا میکنم. از خداوند عزوجل صبر و تحمل در وزنینی ها و شکر و سپاس در نعمت ها از پروردگار برایتان تمنا میکنم. همیشه سربلند، همیشه سرفراز، همیشه کامیاب، همیشه موفق و همیشه خیرخواه و دوراندیش باشید. موفق و سربلند باشید. سلام باشید.